امروزه کسب و کارها به دنبال این هستن چجوری میتونن رشد بهتری برای کسب و کار خودشون داشته باشن، بتونن به فروش و درآمد بالاتر برسن. ابزارهای هوش مصنوعی اومده تا کسب و کارها رو به این موهبت برسونه که چجوری میشود با استفاده از اونها به درآمد بالاتر برسه. اما قبل از اینکه بخوام ابزارها رو معرفی بکنم خدمت شما، لازمه بدونیم که اصلا هوش مصنوعی گفته میشه چی هست. در واقع هوش مصنوعی که این روزها به شدت ترنده، مربوط به اواخر 2022 2023 و سالهای بعد نیست. در واقع هوش مصنوعی به اواخر دهه 1960 برمیگرده، زمانی که ابتدا به این فکر افتادن که چجوری میشه با استفاده از ماشین ها و کامپیوترها بتونیم شبیه سازی از رفتار مغز انسان داشته باشیم. ما قرار هستش در این دوره آموزشی به اسم کسب و کار با ابزارهای هوش مصنوعی شما رو به این دانش مسلط بکنیم که هوش مصنوعی یعنی چی و در واقع شما دستاوردی که از این دوره خواهید داشت اینه که میتونید به دانش روز و مهارت کار با هوش مصنوعی مسلط بشید. شما در کنار اینکه یاد میگیرید انواع هوش مصنوعی چیه، این مهارت رو به عنوان یک رزومه کاری خودتون هم میتونید داشته باشید و در واقع در جامعه شما متمایز میشید با هوش مصنوعی. با مسلط شدن به این مهارت شما در جامعه‌ای که خیلی سراغش نرفتن شما متمایز میشید و در نهایت هدف شما از این دوره آموزشی اینه که بتونید به کسب درآمد برسید. با استفاده از دانشی که کسب میکنید میتونید کارها رو برای بقیه ساده بکنید و ساده کردن کارها برای بقیه منجر به کسب درآمد بشه. حالا ممکنه سوال به وجود بیاد، حالا ما که قرار هستش در این دوره شرکت بکنیم و به این دانش مسلط بشیم چه چیزهایی رو قرار از شما یاد بگیریم؟ بریم با هم دیگه ببینیم که قرار در این دوره آموزشی چه مواردی با هم دیگه یاد بگیریم. در این دوره آموزشی شما یاد میگیرید چگونه از انواع هوش مصنوعی که در بازار وجود داره استفاده بکنید. انواع هوش مصنوعی که در این فضای دیجیتالی هر روز هم داره بهش اضافه میشه استفاده بکنید و مسلط میشید که اصلا هوش‌های مصنوعی مختلفی که دارن در صحبت میکنن چیا هستن. در کنار شما به یک مهارت مسلط میشید به اسم مهارت پرامپت نویسی. نحوه درخواست ما، نحوه سوال کردن ما از این چت بات ها، از این ابزارهای هوش مصنوعی خیلی مهمه. این مهارت رو بهش میگن پرامپت نویسی یا مهندسی پرامپت که شما در این دوره آموزشی یاد میگیرید چگونه یک پرامپت درست و بهینه رو برای این هوش مصنوعی ها تولید میکنید و در کنار شما فرا میگیرید چجوری بتونید با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای کسب و کار خودتون ایده پردازی بکنید. چجوری ایده های مختلف رو اصلا برای راه اندازی کسب و کارم، برای رشد کسب و کارم، برای توسعه کسب و کارم از این ابزارها بپرسم و بهشون مسلط بشم. در کنارش اگر کمپین تبلیغاتی هم داشته باشین این ابزارها به شما کمک میکنن تا بتونین 0 تا 100 کمپین خودتون رو با استفاده از ایده هایی که به شما میده طراحی بکنین، به صورت یک خروجی داشته باشین و اونها رو برای اجرا به تیم کمپین خودتون بسپارین. خیلی از مواقع کسب و کارها مشتری دارن و دنبالی هستن که چجوری میتونیم با استفاده از تکنیک های مشتری مداری مشتری هایی که از ما ناراضی هستن، از ما گله دارن رو پاسخ بدیم یا تیم مشتری مداریمون، کال سنتر خودمون رو به مهارت بهتری مسلط بکنیم. ابزارهای هوش مصنوعی این کمک رو شما میکنن که بتونید پاسخ بهتری برای مشتری‌های ناراضی، مشتری‌های گله‌مند خودتون داشته باشید. در ادامه با ابزارهای هوش مصنوعی شما مسلط میشید به اینکه چجوری تولید محتوا بکنید، چجوری برای کسب و کار خودتون به قول دوستان تولید محتوا و کانتنت داشته باشید. مسلط میشید به اینکه در اینستاگرام چگونه سناریوی ریل و استوری داشته باشید، چجوری برای روزهای مختلف بتونید استوری تولید بکنید، چجوری برای ریل خودتون سناریوی مختلفی داشته باشید. در کنارش میتونید به مهارت و
تسلط نوشتن مقاله و کتاب مسلط بشین و بتونید تولید پادکست داشته باشین، بتونید واسه متن‌هایی که به شما این ابزارها میدن بتونید برای خودتون تولید پادکست بکنید و در نهایت اگر تولید کننده ویدیو هستین بتونید سناریوهای مختلف، روش‌های مختلف تولید ویدیو رو با استفاده از این ابزارها یاد بگیرید. در انتها و تکمیل کننده هم ابزارهای گرافیکی هوش مصنوعی، ابزارهای مختلفی که الان در مارکت و بازار وجود داره رو خدمت شما معرفی میکنم و شما به این ابزارها مسلط خواهید شد. امیدوارم که با توجه به توضیحاتی که دادم و توضیحات تکمیلی که در زیر همین ویدیو قرار گرفته شما رو در این دوره آموزشی بسیار بروز و کاربردی ببینم. با امید دیدار شما.